سلام حالتون چطور بچه ها؟ خوبین؟ این اولین ویدیو یوتیوب منه و امیدوارم که ازش حمایت بشه و دیده بشه. پس لطفاً سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموش نشه. من میخوام توی این صفحه از یوتیوبم به شما ترفندها و تکنیک های تصویرسازی رو آموزش بدم. پس خوشحال میشم که همیشه از من حمایت کنید تا من انرژی داشته باشم و کارم رو ادامه بدم. توی این ویدیو قراره 0 تا 100 طراحی کاراکتر از روبرو رو یاد بگیریم. پس ادامه ویدیو رو حتما ببینید. برای کشیدن سر کاراکتر اولین کاری که انجام میدیم یه دایره رسم میکنیم. حتما قبل از ترسیم این دایره تمرین داشته باشید که دستتون گرم باشه که بتونید یه دایره خوب ترسیم کنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم یک خط صاف از بالا تا پایین برای دایرمون رسم میکنیم. حالا من میخوام در نظر بگیرم که ابعاد صورت کاراکتر من چقدر باشه. مثلا چونش اینجا باشه، اینجا باشه یا کوچولوتر باشه. من حد وسط در نظر میگیرم. خب در کنار صورت ما جای گوشا داریم. این جای جمجمه ما بود، این جای چونه ما بود و حالا از بغل ما جدا میکنیم که راستای گوشهای ما که در این ناحیه قرار میگیره مشخص بشه. حالا از این ناحیه چونه به سمت بالا که فک ما شکل بگیره وصل میکنیم. به این شکل. وقتی این کار رو انجام دادیم فرم صورت ما کم کم داره شکل میگیره. ما از بالای گوش ها جای چشم هامون رو در نظر میگیریم، پایین گوش ها جای بینی و خطی که از جمجمه بود تا چونه جای لب ها در نظر میشه. برای چشم ها ما فرم دایره رو میذاریم مثلا همینطور. حالا ما میخوایم جای ابرو مشخص کنیم. چیکار میکنیم؟ یک بیضی دور تا دور این چشم میکشیم و جای ابرو الان اینجا مشخص میشه. اینم جای ابرو. ابرو میتونه هر فرمی باشه، چشم میتونه هر فرمی باشه، فاصله چشم ها میتونه هر اندازه که دوست داریم باشه، بینی میتونه هر فرمی باشه، جایگاهش میتونه بالاتر بیاد، پایین‌تر بیاد، شروع‌تر بشه، بزرگتر بشه. جای لب میتونه بیاد بالاتر، میتونه بیاد پایین‌تر، فرمش فرق کنه. حالا ما میخوایم توی همه این جایگاه ها اون اعضای صورت رو قرار بدیم. از ابرو شروع میکنیم. چشم ها میتونه هر فرمی باشه. این از چشم ها. بینی میتونه هر فرمی باشه. برای لب ها من الان لب ها میخوام بیارم یه ذره بالاتر چون بینیمو کوچولوتر کشیدم با هم دیگه ارتباطی پیدا کنه. این از فرم صورت. حالا گوش ها چون از روبرو دیده میشن خیلی کامل دیده نمیشن. فرم صورت رو میتونیم تغییر بدیم. من آوردمش بالاتر، میتونیم همون فرم نگهش داریم. حالا میخوایم برای کاراکترمون ما یه دونه مو طراحی کنیم. من از رنگ آبی استفاده میکنم قشنگ دیده بشه. ما وقتی میخوایم مو طراحی کنیم باید به این خط جمجمه‌مون دقت کنیم. از اینجا که محل رویش مو هست یه حدی رو تا بالای سر در نظر بگیریم. این کار باعث میشه که وقتی موی که طراحی میکنیم از جلو اون حجم سر به ما نشون بده. اگه ما این کار نکنیم اینجوری نشون میده مثلا انگار چیز محکمی خورده تو سر
میکنیم برای کاراکترمون مو طراحی میکنیم. موی جلوی سر اینجا روی چه سره، مو میتونه جلوی سرم بیاد، موی که میریزه جلوی سر. من الان مثلا یه موی رو جلوی سر کاراکترم میریزم. یه نکته خیلی دقیقی میخوام در تو با مو بهتون بگم که باعث میشه کاراتون خیلی قشنگ‌تر نشون داده بشه موقع اسکیچ زدن اولیه. ما داریم الان طرح اولیه‌مون رو میکشیم دیگه. موقع طراحی کردن مو، موقعی که دارین اسکیچ میزنین، شروع نکنید تار تار کشیدن. حجم کلی مو رو نشون بدین و بعد از اون موقع رنگامیزی ما شروع میکنیم تار تار نشون میدیم یا رنگ میکنیم، سایه میندازیم یا هر کاری دیگه انجام بدیم. خب تا اینجا یاد گرفتیم که چطوری برای کاراکترمون حجم سر بکشیم، چونه رو چجوری مشخص کنیم، اجزای صورت چجوری جایگذاری کنیم، جای گوشا کجاست، مو چطوری طراحی میشه. حالا بریم سراغ گردن. گردن طوری هستش که ما از پایین چشم ها یه خط فرضی در نظر میگیریم، از این چشم هم همینطور، چون اینجا خط گونه ما هستش. در اینجا گردن ما این وسط یک دایره در نظر میگیریم، از اینجا به سمت پایین حرکت میکنیم. حالا من میخوام کاراکترم گردن بلندی داشته باشه یا گردن کوتاهی داشته باشه. نسبت به اون چیزی که تو ذهنم دارم براش گردن مشخص میکنم تا اینجا. از اینجا شروع میکنم گردن کاراکترم رو با خط منحنی خیلی ملایم طراحی میکنم. اینجای گردن.